سلام دوستان عزیز و همراهان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امیدوارم که تعطیلات نوروز تا به این لحظه براتون پر از شادی و خوشحالی بوده باشه. عزیزان، امروز در خدمتتون هستم با کارت های لنورماند. میخوایم 2 اتفاق مهم از آینده نزدیک رو پیشگویی کنیم. حالا پیشگویی 2 اتفاق مهم از آینده نزدیک شما میخوایم ببینیم چی هستش. نیت کنین با من همسو هم جهت بشین که ببینیم چی هستش. عزیزان، این ویدیوها به صورت گروهی هستش و شخص خاصی مد نظر ما نیستش. ممکنه برای یک سری از عزیزان صدق پیدا بکنه و ممکنه برای یک سری از عزیزان صدق پیدا نکنه. پس توجه داشته باشین، این ویدیوها به صورت گروهی، حالا چه تایم میدیم، وعده میدیم، هر چیزی که میگیم به صورت گروهی هستش. این ویدیوها تایم نداره، زمان نداره، فقط تنها شرط استفاده از انرژی این ویدیوها این هستش که واسه چنل باشین و چنل خودتون رو با لایک و کامنتاتون حمایت بکنید. خب 2 اتفاق مهم رو میخوایم بدونیم تو آینده نزدیک چی هستش. پس 2 کارت برای شما من میکشم که ببینیم این 2 اتفاق مهم چی هستش. میبینم شخصی منتظر شما هستش و سعی کنید برین پیشش و از حال و احوالش پرسجو کنید. حالا اگه غرورتون اجازه نمیده قدم جلو بزنید و جلو برین، سعی کنید که غرورتون رو کنار بزنید و حالا با گذاشتن این غرورتون رو کنار بخواید بزنید، یه مقدار یه جورایی آرامش و اون آرامشه به دلتون میاد و دلتون آروم میگیره. برین ازش دلجویی کنین که براتون دیدار و خبرهای خوب هستش توی این دیدار با این شخص و خبرهایی که برای شما خیلی سودمند هستش. دنبال عشقهای بیهوده و تو خالی مجازی نباشین، چرا که با این کار شما رو حالا به شکست خوردن و احساس گناه افتادن میرسونه، چون تو دنیای مجازی نمیشه به هر کسی اعتماد کرد. اگر میخوایم موفق بشین از عشق مجازی دست بکشین و اصلا به فراموشی بسپارین. کسی تو زندگیتون بوده که با حرفهای شما از شما ناراحت شده و مدتی که از حال و احوالش بیخبری. به طرفش برین، به دیدارش برین و ازش حالا یه عذرخواهی بکنین، طلب بخششی بکنین تا به آرامش برسین و اون حس عذاب وجدانه از شما کنده بشه و کنار بره. در مورد یه مسئله یا یه موضوعی، یه مشاجره، یه تنش و یه استرس و اضطراب زودگذری داریم. یه انرژی فوق‌العاده‌ای داری که همین انرژی فوق‌العاده ارادتون رو هم قوی میکنه که با این 2 میتونی از پس هر کاری بر بیای و اون قدرت، اون سرعت باعث میشه که یک سرعتی به حالا قدمهات، گامهات برای رسیدن به هدفت، به رویاهات باشه که کمکت بکنه که تا زودتر به اون رویاهات بخوای برسی. توجه داشته باش، همه خیر و صلاحت رو میخوان و این رو هم توجه داشته باش که اطرافیان دیگران علم غیب ندارن اما دل مهربونی دارن. سرزنششون نکن. بعضی موقع باید یک تصمیمات جدی گرفتش که حالا این تصمیم بابت چیه که باید بگیریم؟ بابت این کاری رو که جدی میخوایم پیش ببرین یا نه. باید ببینین خوبی و بدیهاش چیه، بعد تصمیم بگیرین. بابت این موضوع میگیم باید تصمیم جدی بگیرین. به هر حال باید بدونی همه چیز باید شفاف و واضح بشه. اگر چیزی گم کردی به خاطر سهلنگاری خودته، بقیه رو مقصر ندون.
توی زمینه شروع به کار میکنین تا از این سردرگمی، از این بلا تکلیفی بیرون بیاین. تلاش کنین تا با امید به خدا و راهنمایی بزرگترها بتونین تو زمینه کاری خودتون موفق بشین. اگر توی این روزها گرفتاری، مشکلات و موانعی داری، بابتش نگران نباش، چون به آرامش میرسی و باید صبر و تحملت رو بالا ببری و صبوری بکنی تا روزهای سخت سپری بشه و گذر بکنه و اون خوشبختی و به اون آرامشه برسی. با دیگران یک رقابت مفید داشته باش. ممکنه ازتون انتقاد بکنن، نترسین. ممکن زیر سوال بخوایم بریم، باز هم نترسین. شما قطعا میتونین از پس این سوال جواب ها بر بیاین و قطعا توصیه های اطرافیانتون که مفید هستن و باعث پیشرفتتون میشن رو حتما در نظر بگیرین. و اگرم رقابت میخواین بکنین، سعی کنین یک رقابت سالم داشته باشین، نه اینکه بخواین حالا رقابت ناسالم داشته باشین، حالا یا بخواین کلاً از یک راه دیگه بخواین وارد بشین، یا اینکه بخواین به شخصی حسودی بکنین. خبرهای خیلی خوبی در انتظارتونه که به وسیله یک فرد یا افرادی به گوشتون میرسه. یه سودی میبینم که نصیبتون میشه، به دستتون میرسه و این سود که به دستتون میرسه باعث میشه که تمام اون نگرانی ها، تمام اون دلهرا، تمام اون پریشون احوالیاتون تمام بشه. یه شخصی در حقتون یه بدی میکنه، یک بدی خیلی بدی که در حد شرارت هستش میکنه، اما میبینم که شما اون رو میبخشی، مورد عفو خودتون قرار میدین و با این کار بزرگواری خودتون رو نشون میدین. یه پیغام از سمت عشقتون دارین که از موفقیت عاطفی فراوانی این پیغام همراه هستش و به گوش شما میرسه. تو آینده نزدیک از توجه احساسی شخصی نسبت به خودتون احساس خوشبختی خیلی خوبی خواهید داشت. خب این هم از اتفاقات مهم آینده نزدیک شما. خب انشاءالله که بهترین ها براتون اتفاق بیفته. بریم سراغ تکنیت هامون. خانم ملیکا، آیا تو آزمونی که توی اردیبهشت ماه دارم موفق میشم؟ ببین عزیزم، من زیاد نمیبینم که بخوای موفق بشی. بگو چرا؟ به خاطر اینکه خودت فعلا نشستی دست رو دست گذاشتی چه کنم داری و توقعت از اطرافیانت خیلی زیاد هستش. فرصت و شانس داری ولی این فرصت و شانس ها رو اصلا نمیبینی. سعی کن توقعات رو بیار پایین و از اون فرصت و شانس هایی که داری استفاده بکنی تا این تایمی که داری رو بتونی به نحو احسن ازش استفاده بکنی و توی آزمونت موفق بشی. آقای علی، آیا شخص مورد نظرم دوستم داره؟ بله، این شخص دوستتون داره و خیلی هم میتونم بگم که وابستگیتون دو طرفه هستش. منتها توی این راه، توی این مسیر احساسی که با هم دیگه همراه هستین، یه سری سختی ها، یه سری مشکلات، یه سری حالا حرف و حدیث هایی به گوشتون میرسه که باعث شده که شما استاپ کنین و حالا
توی این رابطه یه حالت وایسین و فکر کنین که شخص واقعا دوستتون نداره. نه، این شخص دوستتون داره و حس وابستگی هم به شما داره. خب دوستان، این هم از تکنیک‌های امروز. امیدوارم که استفاده کرده باشین. ممنون که کانال خودتون لایک میکنین، ممنون که کامنت میذارین و انرژی های خیلی مثبت میفرستین و با من همراه هستین.